بسم الله الرحمن الرحیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم هنگامی از خواب خستن این دعا را می‌خواندند: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. الها، تو از هر عیب پاکی و برای توست حمد و پربرکت است نام تو و بالا مقام است بزرگی تو و نیست معبودی بر حق غیر تو، نیست معبودی بر حق غیر از الله. الله بزرگ و بزرگوار است. پناه می جویم به الله شنوای و دانا از شیطان رجیم، از وسوسه او و از نفس و هوای او. روایت ابو داود 775 حدیث. بارک الله فیکم.